سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. اسم من ابوالفضل راشه. سمی‌ترین ویدیوی تاریخ یوتیوب رو براتون آوردم. اومدیم امروز با بلاگرهای خز. حالا یعنی چی بلاگرهای خز؟ یه سری بلاگرها هستن، یعنی بلاگر نیستن، یه گوشی گرفتن دستشون، یه سری کارهای عجیب غریب که اصلا معلوم نیست طرف داره چیکار میکنه انجام میده و ملت هم فالوش میکنن، کامنت میذارن، لایک میکنن همگی براش. ولی خب شما منو ساب نمیکنید ولی اونا رو ساب میکنید. یه سری کارهای واقعا عجیب انجام میدن که تو اشل انسانی اصلا نمیگنجه. این کارا رو انجام میدن و به راحتی فالوور میگیرن و فرداش هم تبلیغ میگیرن و به راحتی پول در میارن و بعدش هم شاستی بلند میخرن. امروز اومدیم اون ویدیوهاشون رو با هم ببینیم. قبلش یادتون نره حتما منو ساب کنید، زنگوله نوتیف رو بذارید روی آل و ویدیوی منو لایک کنید، کامنت هم اگه تونستی برام بذار. دمت گرم. بریم سراغ ویدیو. یکی هم نداریم بهش بگیم برو پی زندگی، داد نمیگه خفه شو زندگی من تویی لامصب. یه بار دیگه ببینیم اینو. یکی هم نداریم بهش بگیم برو پی زندگی، داد نمیگه خفه شو زندگی من تویی لامصب. ناموسن اینا پدر مادر ندارن، اینا مثلا فامیل ندارن، عمه نداره، خاله نداره، عمو نداره، دایی نداره. اصلا نمیگم این ویدیو خجالت آوره، اصلا این چی هست؟ چیه؟ بریم بعدی. ذکری من شاش وای ذکری من شاش میبینی آدم کاملا بی‌حسه به این ویدیوها، نمیدونه بخنده، گریه کنه، ناراحت شه، شاد شه، خوشحال شه، مثلا بگه وای چه کیوته. آدم نمیدونه باید چیکار کنه با این ویدیوها. 27000 تا لایک خورده. وای. بریم بعدی. قیافه تو دخترها جذب کنه، قیافه من معمولا رو. ما یکی نیستیم. بچه خوشگل دستی کش. این لات بود الان. خنده دارم نیست آدم بخنده به این ویدیو. این چی میگم؟ بریم بعدی. وقتی که شب خونه مام بزرگت میمونی و یادت میره لباس بیاری، لباس مام بزرگت میپوشی. ممه هاشو چقدر چیز بود. اوه تو دهن پدرت ریدم، تو دهن پدر اینم ریدم. وای با بزرگی فهمید اون داره فیلم میگیره که این چون آب ریخت فهمید سرده، فهمید که این گوشی دستش بوده اینجوری بوده، داشته فیلم میگرفته مسخرهش کنن. گفت تو دهن پدرت ریدم، تو دهن پدر اینم ریدم. فیلم بردارنش. این قشنگ بود. این بلاگر خز نبود اصلا، این دزد اینا نبود. اینا کجا آمده؟ این بلاگر خز خیلی تو دهن پدر اینم ریدم. باش انقدر سیگار نکش، تو سرت بزنم از کونت دود میاد. من نمیفهمم یعنی چی دیگه. چیه خب این؟ داش سیگار نکش تو سرت بزنم از کونت میاد. بریم بعدی. وقتی میخوای با من صحبت کنی مثل آدم صحبت کن. من حضرت سلیمان نیستم زمان هر حیوان رو بفهمم. برای ما هم زود گوشی خریدن ها، ولی خب از دستمون میگرفتن. مثلا میگفتن برای درس خریدی، یارو گوشی گرفته یه اینستا نصب کرده، بچه 10-12 ساله فکر میکنه تفنگه مثلا اینستا. اگه همیشه برن همون ستیک کنم چی؟ بازم کمسله. این پایین کامنت بذار. بازم کمسله. بچه‌ها شما همین الان شاهد یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ هستید که کلمه کنسل همان معنی را میدهد ولی از کنسل به کمسل فرق کرده است. مشتبه یه دونه نازنی. الان این فازش چیه؟ من میخوام بدونم که گوشی رو برداشته، گوشه یه ساختمونه، نیمه کاره نشسته و داره شعر میخونه. یه دونه نازنی. فاز آدم چی باید باشه همچین کاری انجام بده به نظرتون؟ یه لحظه من ببینم کامنت تو این چی نوشتن. یکی نوشته اینستا نه بهزیستی یس، یکی نوشته سیبیلات فابریکه یا لوازمی. بریم بعدی. این همین رو دادش. این تا آخر اون که من قبلا هم دیدم یه دونه رو همونجور نگاه میکنه تا آخر.
من نمیدونم مشکل داره دعوا داره داستان 22,000 تا لایک خورده. ناموسن ساب کن داداش، ساب کن، زنگوله رو بزن، لایک بزن، کامنت بنویس. این چی گذاشته آقا 22,000 تا لایک خورده؟ 28,000 تا کامنت فقط نوشتن براش. آقا ساب کن دمت گرم. یار بچه تو لاتی میری دلم میخواد. دلت میخواد؟ چقدر واقعا زد با چاقو بهشون، زد در رفت. وای الکا بیا به مزه دمه چای بالا. وای چه کاکوهایی هم زنگ زده. کجایی؟ کجا؟ باشه قطعا میگه خواب دارم کجا این نمه کجایی چرا شده؟ خب میگه خواب بالای کجا کبری روشن کردم برم دعوا داداش. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر طولانیه فیلمه. داره میاد داداش. به رو بچه قرتی بگو امشو میخوام مس بکنم. چی شده؟ دوا کرد. وای قلبم 1090 شد. وای چی زده به تو؟ سلام داش میگم مزه از خونه زده بیرون. باش کن داش. سوژه خونه زده بیرون. سلطانی به قرآن کتونیات فیروزه‌ایه. خب از گلزار ولی ناموسم بهتر بازی کرد. سلام اینه؟ من خودم دیدم همین از خونه زد بیرون. خودم دیدمش. الان میگیرم سر کنم. داش من دیگه خلت بزاد بزنیش. تو خدمت تو ببین چی میشه. باش. ببین چه خدمت باش. خب آهنگو نگاه. خب یا علی ابوالفضل. اوه اینجوری کردن کتک خوردون سرشو اینجوری کردن. وای He's dead. این حالش خوب شد. پاهنش پس دادی یا نه؟ واقعا سناریوی قشنگی بود. اصلا واقعا پرفکت. پیاده شدن پسره رو بزنن. خب بس پراید اینجوری کردن پسر کتک خورد. و اون مرده بودا. خیابونه یادتون باشه مرده بود. اینجوری بود. پاشید تمامش پس دادی یا نه؟ خب بچه ها اینم بود از ویدیوهای بلاگرهای خز که خب واقعا خب چیزی نداشت. اصلا نمیشد خندید نمیشد. اون یه دونه هم قاطی اونا شده بود. اشتباه آمده بود اینجا. مگه نه اصلا تو خنده‌دار بود اصلا ویدیو. اینم بلاگرای خز. خب یه سری هم اینجوری تولید محتوا میکنن دیگه. لابد طرفدار داره که طرفدارم دارن. بله ملت منو ساب نمیکنن. برای من کامنت زنگوله منگوله نمیزنن. 28,000 تا برای اون پسرش اینجوری نگاه میشن کامنت گذاشته بودن. دمت گرم. این محتوا با اون محتوا یکیه به نظرت؟ ساب کن. دمت گرم. خیلی خوشحال شدم از اینکه ویدیومو دیدی. تا ویدیوی بعدی